در قلب اروپا نام حضرت فاطمه زهرا بار دیگر محور همدلی و معنویت شد. جشن سلاسه های کوثر همزمان با میلاد دختر گرامی پیامبر اسلام روز یکشنبه 14 دسامبر 2025 در مرکز فرهنگی مهدی اشبانداو برلین برگزار شد. این مراسم با حضور خانواده های مهاجر، سادات و فعالان فرهنگی برگزار گردید و جلوه‌ای از پیوند ایمان، هویت دینی و نسل آینده در فضای مهاجرت را به نمایش گذاشت. سخنران ویژه این برنامه سید جعفر عادلی حسینی با استناد به آیات قرآن کریم، سنت نبوی و اندیشه های اقبال لاهوری شخصیت حضرت فاطمه زهرا را به عنوان الگوی زن مسلمان تبیین کرد. ابنتي فاطمة فإنها سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين. سرور زنان است، اول و آخرش، دیگه چیزی نداره. این خوشبختانه هم در منابع شیعه و هم در منابع سنی از سوی پیامبر فاطمه زهرا به عنوان سرور زنان دو جهان، سرور زنان دو عالم، فقط و فقط به فاطمه زهرا اختصاص داده شده. در این مراسم همچنین بر اهمیت برگزاری چنین محافلی در حفظ هویت دینی نسل جوان مهاجر و تقویت پیوند آنان با فرهنگ اهل بیت تاکید شد. هویتی که در خطبه فدکیه با آگاهی اجتماعی و مسئولیت پذیری همراه است. در بخش پایانی برنامه از فعالان رسانه‌ای جوان سادات که در مسیر ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی فعالیت دارد با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.